سلام و درود. خدا کنه که جور صحتمند و سرحال باشین، چی در داخل افغانستان هستین چی خارج افغانستان. عید بر همگان مبارک. خدا کنه که روزای خوب و خوش عیدی را داشته باشین همراه با فامیلتان. امروز ما باز مهمان جناب سلیم پیگیر هستیم و به خانهشان آمدیم ببینیم جناب سلیم پیگیر مصروف چی کار است در روزهای عید. با ما باشید. سلام جناب پیگیر، خوب هستین؟ صحتمند؟ عید شما مبارک. سلام خدمت شما و تمام بینندگان عزیز که همکنون ما را میبینن. عید به شما و به تمام هموطنان ما در جای دنیا که هستن عید مبارک باشه. امیدوار هستم که ایام عید به خوشی سپری نمایند و عبادتایی که در طول یک ماه روزه، نماز، تمام عبادتای اینا به درگاه حق قبول باد. تشکر. سلامت باشین، زنده باشین جناب پیگیر. امروز باز مزاحمتان شدیم. از شما میشنویم که روزای عید مصروف چی کار هستین بیشتر؟ ببینید امیاله، از نماز آمدیم. بسیار خوب. بعد از نماز یکی از همسایه‌های ما که دو پسر خوده در حادثه‌های مختلف از دست دادن و جوان، خداوند مغفرتشان کنه، خانه زنا رفتیم، منتظر میمان بودیم. یعنی شما آمدید. یعنی میمان هم آمد. سلامت باشید جناب پیگیر. عیدی دادید یا عیدی گرفتین؟ هنوز دیگه شروع نشده. او عیدی در مسجد که افراد اشخاص که مستحق بودن برای زنا دادیم و عیدی هنوز به اون سن سال نیست و مالک من کسی عیدی بده. از شما عیدی میدین؟ بسیار خوب. روزای عید معمولا پیش خودتان میان بزرگ هستین یا برادر کوچک هستین خودتان میرین بعد دیدواری دمای دوست خون؟ نه، دوستای دارم که از مکه بزرگتر هستن، خواهر بزرگ است، یک برادر بزرگ است دیگه. از بزرگ ها زیاد است که من باید پیششان برم و از کسایی که از مکه کوچک با وجوده که پیش ما اگر از خانه برایم پیش بزرگ و کوچک همگی این دوباره که میره، ولی باز دوستای هست که اونا میانم بزرگ ها میانم از ما کده که سنن کوچک هستن اونا میان. بسیار خوب. روزای فکر کنم روزه اول همیشه رسانه ها پیش ما میان. امروز نام خدا دیگه از مشاو که زنگ زده میرن رسانه ها دیگه. امروز کوشش میکنم که با رسانه ها باشم، به خاطر که اگر من خانه یک نفر میرم دوجه شاید 5-6 نفر اعضای فامیل ما تبریکی داده بتانم، ولی از طریق رسانه های شما من میتونم که هموطنان ما در هر گوشه دنیا که هست برزونا عید تبریکی بتونم. سلامت باشین. چی فکر میکنین فرق بین عید امسال و سالهای قبل در چیست؟ ببینید عید است، در عید کدام تفاوت نمه، ولی که وضعیت مردم چون است، وضعیت اقتصادیشان چگونه ایده تجلیل میکنه میگیم مرفلایده است. ولی نام خودم سال ما زیاد میگشتم، همین 2-3 روز که به عید مانده بود طرف همی پل و باغ و تیمورشاهی و مندهی بیجا خوشحالم مهنی اونجا فضای ایدیست مردم. ولی من دیدم که نام خدا حتی آدم سر پل ما استاد بودیم، یعنی که دیگه اون طرف جای نبود که ما بریم برای خریداری دیگه. با امید ازی که در ایام عید هیچ کس بی لباس نو نمانده باشه و هیچ کس بدون میوه تازه و خشک نمانده باشه و هیچ کس در ایام عید دیگه پریشان نباشه. تشکر. سلامت باشین. روز چندم عید به دیدن فامیل ها میرین؟ من روز دومید میرم. روز دومید. قسم گفتین روز اولی دیگه رسانه ها تا شام مصروف رسانه ها هستین. سابق روز اولی کوشش میکردم که دیدن دوستا برم، ولی بدبختانه بگویم خوشبختانه بگویم که در رسانه ها مصروف میشم. باز معذرت ما دوستای ما که از مکه بزرگ هستن اونا درک میکنن میفهمن. چطور به استودیو هم میرین یا که خودتان مثل ما را میمان کردین میمان ما میکنین؟ هم 3-4 رسانه میمان هم 3-4 رسانه در استودیو هم میمان است. بسیار خوب. ما امروز میمان شدیم. شما میمان اول هستین. سلامت باشین، زنده باشین. یک خاطره خوش از دوران کودکی در عید از شما بشنوید. جالب خوش. یک همسایه ما بود، او زمان 50 پولیانه یک قران ما میگفتیم میداد. موضوع میرفت در بانک
2 3 روز پیش یا 50 افغانی یا 100 افغانی رو قران جور میکرد دازه دیر تو شک میکنم. باز روز اول خانه از اون میرفتیم که یک قرانش بگیریم فقط به خاطر که ایدی بته باز از پیشین باز یک چکر خودم میزدیم که باز یک قرانش بگیریم. یک روز یعنی 2 بار ایدی میگرفتیم. مسلمان و تمام کودک ها همی کار میکردن و اونا بسیار آدم میرمان، خداوند بیامرزشان دیگه دو دنیا هستن دیگه. باز اکثرت کودک ها میرم زیاد خانه زمون به خاطر روی اقران میداد. اما کلان کوچه حتما بودن. کلان بودن. از ما هم تو کلان کوچه که بود باز که میرفتیم پیششان معمولا خدا بیامرزشان فوت کردن جنت نصیبشان پیششان که میرفتیم باز تخم مرغ بر ما میداد 2 دانه. باز کل کوچه که میرفتیم رو موجه قطار میشید. بسیار جالب بود. کل ما میشیدیم بود دیگه نمیفهم که چقدر تخم مرغ خریداری میکرد که به کل کوچه و بچه‌ها تقسیم کنه. بله بسیار خوب. بلندترین ایدی را از کی گرفتین و چقدر بوده؟ بلندترین ایدی را از پدرم خدا بیامرز میگرفت. خدا باشن. چقدر برتان داده بود؟ 20 افغانی داد. او زمان طفل بدم بازم شوید میداد 20 افغانی مرا. بسیار خوب. و چرا میداد که من بسیار خوردم بودم ولی روزه را میگرفتم با وجود که میگفت که نوز وقتش نیست ولی من روزه که میگرفتم بازم شوید خوب رو برتان میداد. باز 20 افغانی مرا میداد. یعنی بلندترین ایدیم خدا بیامرزه پدرم. خودتان بالاترین ایدی که به کس دادین چقدر بوده؟ ولد من راست پسال بکنی یادم نمیه. خب 500 هم دادیم، 1000 هم دادیم، 2000 هم دادیم. اون چقدر ببینید ما قبل از این مثال دوستای ما که در خارج بودن اونا کمک میکردن. ما خودمون شما برای دهید تقریبا 118 یتیم هم به شکال آجور کردم. سلامت باشین زنده باشین. وقت دمای بارک رمضان هم مواد ارتزاقی را که فامیلایی که اونا نیازمند بودن برای اونا دادیم. بگرد چی با وجود که اولین بار اسم یاد میکنم ولی ایران ما با حساب ایدی برای اطفال که یتیم بودن برای اونا بسیار خوب. اونا بگیرن. خب در روز عید همه کالای نو اگه همه نی اکثریت میپوشن، اکثریت میگیرن. ولی او اطفال که باز ندارن اونا یک نومیدی در دلشان میگه. طبعا که هر اطفال یک آرزو داره که همه این لباس نو میپوشن. ما باید باز این موضوع مد نظر گرفته با یکی از دوستایم که در خارج بود به تماس شده که آقای نبیزاده است که شاید بشنون. اونا باز مرا کمک کردن من یتیما رو برشان کالان شد بدم. راست پسند کنی از این کار خود بسیار زیاد خوش هستم. حداقل باشین و مقسم دست یتیما رو بگیرین. سلامت باشین. شما رو خداوند زنده داشته باشه. جناب پیگیر معلوم میشه گفته خودتان به خاطر رسانه ها خوب مصرف هم کردین. قسمی که میبینیم انواع میوه خوش کیک هم فکر کنم کیک خانگی است. نه کیک آره اعلان زنش بسیار خوب کیک دمیشه نو پخته میکنه ترس. اگر نکنیم رسانه ها باز اول شما میان رو جبان که کل چیز مقبول و خوبش بیایه و روزی عید است. من باور دارم که اکثریت هموطنهای ما همین چیزی که امروز از سرخان ماست اکثریت داره. و مصارف انگفت را که باید میکردیم نداریم و نکردیم. فقط میوه خوش است. کدام میوه خوش که دوست دارین جا؟ ولی میوه خوش که امو فکایی واره که موبایل دوستا چی بگویم کلش من خوش دارم. از یک سر باز بادام زیاد نیزاره. بسیار خوب. معمولا روزای دیگه امرای رسانه هم که میایه یا هر کسی که میایه امرای بخش تفریح و ایدی گپ میزنه. سیاست دیگه به یک کنار گذاشتن. بله عموما ببینید سیاست خود هر روز است. هر روز است. اگر دمی عید مبارکی هم مردم زنگ بزنند که سیاست را گرد میکنن. ولی بیاین که روزای عید یک کمک هم مرا کارام باشم و هم شما آرام باشین هم بینندگان عزیز که سیاست یک کمک دور باشن. بیاین که ایام عید
به خوشی سپری کنیم، خوش باشیم. وقتی که در سیاست میریم، باز سیاست هم سنای تراژی زیاد داره، نه؟ باز دوستای ما خدای ناخواسته جگرخون نشن. آیا از کابل هم بیرون میشین به روزای طرف اطراف وطن میرین یا خیر؟ نه والا، نمیرین. کجا وقت لازمی دوستایی که در کابل است از منا آدم فارغ شود. دوستای ما که در ولایت هستن فقط از طریق واتساپ و از طریق تلفن به اونا تبریکی میدیم. بسیار خوب سلامت. دوستا بیاین کمی درباره زندگی پیگیر صاحب معلومات ارائه کنه بر ما که چگونه زندگی شخصیشان و چند نواسه دارن، چند اولاد دارن. بیشتر ما روی موضوعات سیاسی همیشه سلیم پیگیری که میبینیم سر موضوعات سیاسی میچرخن. بیاین کمی درباره زندگی شخصیشان پرسان کنیم. جناب پیگیر، چند اولاد داره شما؟ من 3 دختر دارم، 1 پسر دارم. بسیار خوب. و از دخترها هم نواسه دارم و از پسرم 1 نواسه. ایفه جان گونه میهره نشاله. بسیار خوب. بیارین اینجا بپوشانش. بیارینش. یه شازادی با بیخواه. ماشاءالله. نواسه یک دانه است؟ این نواسیم است، نواسی بچگی. نامش؟ ایفه جان. ایفه جان. بسیار خوب. چند سال هست؟ 1 ساله و 2 ماه. ماشاءالله. جناب پیگیر، کالایتان تبریک. فکر ما شد بسان اون تو 1 قسم ست کردین. زنده باشه. کالا چطور که فکرتان آمد 1 قسم باید هر دویش باشه؟ همه تو خوش دارین؟ ولی همه تو خوش دارم و دوستان کالای افغانی است. ما امروز خواستیم کالای عید است، کالای افغانی بپوشیم. معمولا در عید زیادتر کالای خود پیرنتمان کالای افغان ها زیادتر میپوشند. بسیار خوب. به خاطر همین رسم عنعنات و فرهنگ خودمون رو تعقیب کنیم. عید در خانه هاست، نه؟ و در خانه ها باید با جامعه افغانی خود باید باشیم. تو به اصطلاح دفاتر نمیریم، دیگه جاها نمیریم، در خانه باید کالای افغانی. بسیار خوب. چی فکر میکنین عید برای طفلاست یا هم با بزرگا هم عید است؟ نه ببینین اصلا عید خو با کلگیست هم با بزرگا. زیادتر ما که میبینیم و تا وقتی که طفل میباشیم یا عید یک لذت خاص خود ولی طفلا از عید زیاد لذت میبرن. زیاد نگفتین چرا عیدی میگیرن با میوه خشک، میوه تازه و ما شما در مصرف هستیم، اونا دیگه کموی کردن. جناب پیگیر، فامیل اینجاست زیادترش یا از خارج از افغانستان زندگی میکنن؟ اعضای فامیل خودم، اولادایم، دخترایم همگی در افغانستان است. ولی قوما خیشا هستن که در خارج هم زیاد هستن. چطور خودتان نخواستین که خارج برین؟ افغانستان رو ترجیح دادین به زندگی یا خیر؟ ببینین یه وطنم است. امید که امروز ما داریم باور کنین که در هیچ دنیا نیست. شاید دوستای ما که در خارج هستن اونا حتما امرای و موافق هستن. عجب. چی میگه؟ چی میخوایی؟ چیز میخواه؟ دیگه اونا حتما موافق هستن. همه چیز در وطن. یعنی خودتان ترجیح میتین که در افغانستان بمانید تا آخر؟ ما ترجیح میتم. وطنم از زیاد دوست دارم و میخوایم که در وطنم بمارم، در وطنم باشم، همراه اولادای، همراه فامیل. خداوند شما را زنده داشته باشه، سلامت، عمرتان برکت. جناب پیگیر، آیا با دیدن سیاسون هم میرین در روزهای عید یا خیر؟ ولی اگر راست پرسان بکنی نه، بخاطر که داییدم با سیاست شد. باز گواره کنار میگذارید. من بتون دختر. بسیار خوب. باز امرای فامیل فقط دیدن فامیل ها و دوستای اقارب میرین یا که امرای پارک جایی هم چکر میرین؟ پارک خانه خبر دارین پا فامیل نیمانه. ولی کوشش میکنم که حتمی یک جایی بریم. خوب است از ما خانه در شارنه و حداقل یک شیریه خواد خوردیم. بسیار خوب. گپ از شیریه گفتین، جناب پیگیر کدام عاید شخصی دارن یا از رای سیاست پول درآمد میکنن؟ نه من شخصی عاید دارم، نه سیاست منبع اقتصاد جور کردیم، بلکه یک پسرم است که کار میکنه
مصارف گفتین خانه یک پسر دارین، چی کار میکنن؟ اونا استاد هستن، لسان خارجی رو درس میدن. بسیار خوب، ماشاءالله. در کجا؟ در کورسای شخصی شخصی و هم یک دفتر دیگه، یعنی است. کدام منبع آید نیست؟ هیچ نوع من بیاد دیگه من ندارم از درک سیاست، بلکه دوستایی دارم که هر وادی که صدا کنم اونا مرا کمک کردن و کمک میکنن، هر وادی که خواسته باش. سلامت. از ببینید موسی یک مثل داره، میگه از میلیون ها که یک دوست خوب داشته باشی او بهتر است. بسیار خوب. چی میخواین؟ مهم نیست، باید 60 تا چای از چی اونجا. میخوایی؟ نه جان، خوب 70. مادامش افتیده. بسیار خوب. خانه کرایی است یا از خودتانه؟ نه، خانه از پدر است. خانه پدری است. خانه پدری است. بسیار خوب. دیگه از اون پدری فقط به خودتان. شما یک پسر هستین؟ نه، ما نام خدا 6 برادرها بودیم، یکی فوت کرد، 5 برادر هستیم. ولی فعلا در خانه تنها زندگی میکنیم. دیگه برادرها کجا زندگی میکنن؟ دیگه برادرها اکثریتش در خارج است. یک برادر من میجه است. بسیار خوب. دیگه خانه مانده و شما خانه را برای من ماندن در میراث مانده بر شما. بزرگشان هستین یا خرد؟ نه، من تقریبا 4 هستم. 4 هستین. بسیار خوب. خودتان چند برادر چند خواهر هستین؟ گفتم که ما 6 برادرها بودیم، یکی خدا بیامرزه فوت کرد و 4 خواهرها. خواهرام خارج زندگی؟ نه، خواهرها همیشه همیشه هستن. بسیار خوب، بسیار خوب. بیاین بگیر لانگ دیگه که پیش پدر خود میخواه بره. دوستا از جناب پیگیر تشکری میکنیم که ما را دعوت کردن به خانهشان و همراه ما بسیار به عذاب هم شدین. ببخشید دیگه باز آمد شدین. قسمی که گفتن روز اول رسانه ها پشت جناب پیگیر اعلان میتنین، اولین میمانشان ما بودیم. بعد از این دیگه فکر کنم دیگه رسانه ها روز اولشان مکمل با رسانه هاست، دیگه از این بیشتر مزاحمشان نمیشیم. این بود برنامه ایدی ما. خدا کنه که از داشتهای ما لذت برده باشین. تا برنامه دیگر که باز مفاد شریفی میمان خانه های شما میشم، شما را به خداوند پاک بی‌نیاز می سپارم و همچنان در اخیر پیام جناب پیگیر، پیام ایدیشان هم میشنویم و از حضورتان مرخص میشیم. یک پیامی اگر در روزهای اید به هموطنان ما شما بشنویم. هموطنان گرامی، همان طوری که در مساجد ما بعد از ادای نماز عید بدون از اینکه یکی دیگر را بشناسیم، بدون از اینکه پرسان بکنیم که از کدام قوم، ملیت و مذهب هستی، یکی دیگر را در آغوش میگیریم و عید تبریکی میتیم، در زندگی عمومی خودم باید همینطور باشیم. به این که هر روز خدا مثل بعد از نمازی دور فکر بکنیم، تعصب از چشمای خود دور بکنیم. همه ما من حیث افغان ها در این وطن حق داریم و همه ما برادر و برابر هستیم. هیچ کدام ما از یک دیگر بهتری یا خوبی نداریم، بلکه در نزد خالق یکتا همه ما یکسان هستیم و نیکوکاران ما نزد خداوند پاداش داره. پس بیاییم که یکی دیگر رو بپذیریم، به هر لسان و زبان ملیت قومی که هستیم بیاییم که انسان باشیم، مسلمان باشیم، افغان باشیم، یکی دیگر دوست داشته باشیم، متوجه حال احوال یکی دیگر باشیم. هموطنای ما که اونا در فقر هستن اونا را کمک بکنیم تا عید به طور عموم یکسان همه ما تجلیل بکنیم، به خاطر که عید خوشی همگی است، همه ما خوش باشیم. بازم عید همه شما مبارک، عبادتهای شما به درگاه حق قبول باد. تشکر از پیام زیبایتان جناب پیگیر. و دوستای عزیز به دقایق آخری برنامه رسیدیم. شما هم قسمی که جناب پیگیر گفت هر دوست ما که از یک هموطن ما خفه است شاید فردای وجود نداشته باشه، با آغوش بگیریم و آشتی کنیم، چون روز عید معمولا قسمی که از نامش پیداست روزهای خوشی و سعادتمند است. شما را هم به خداوند پاک می سپارم. خوش آرام و سرفراز باشین.